سلام دوستان ارجمند ما راستی به عیادت یک پدری که بسیار هم به کمک ما نیاز دارد، در حقیقتا یک در زندگی بی نهایت وزمین قرار دارد. پدر فرزند ندارن که در این سن پیری دستیارش باشند. من انشالله این نامه شما را این گریه نکن، این نامه شما را من هم بچه های غریب همش فرزندای من شما هستند. درون عزیز، این همون پدر گفتگی من است. نگاه که حتی اشک چشماش میرزه به آن خاطری که دست نگر نداره. بلند گپ زنیم پدر. عیادت ما آمدیم. ما شکرانه میکنیم که ما مجبور سپید به فرزندیم. سال عمری ما در 84 برآمدیم. خیر پروردگار عمر شما هم به همه کمال پیری برسه. خیر اگر از دست نگاه کمک یاردن برسه تونستین و اینم برای شما یک دولتی کلانه در حقتان دعا میکنیم و انشالله برکت میگیرین. پروردگار همیشه کمبودی رو نبینید، در سفره مردم گشته خدای تعالی نگهبانتان باشه. ربنا آتنا فی دنیا حسنة فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتک یا رحمت رحیم. هزار رحمت. موی سفید هزار طبیبا باید جراحیش میکردن، ادنوم دارن موی سفید، همون جوی ادنوم یعنی گوشت زیادی گفتن اگر امرا ما جراحی کنیم هم جوی جراحیش محکم نمیشد، هم شاید پدازرین او دا کردن که ممکن آب خیلی زلالناک باشد که با مانند بیماری انکلاگیتس که اما اوج گیرد. به همین خاطر هم جراحی نکردن موی سفیده. برادرای عزیز، یک کلبه آد یک دوران موی سفید. این کس اویله شون هست موی سفیده. گریه نکه مادر عزیز، این کن اویله موی سفید هستن. بچه جونو خیر خدا جون در امان خدا باشین. دوی ما پروردگار نگهبانتون باشه. های مسافرین هم خیلی نه اومدین، همه شرایطمون کم بغلیم، دستمون نمیرسه. های اگون کارشید نمیسون هم نداریم به خدا. نمیگه که برادرو میگه حتی میگه همین کفانی خریدگی ندارم که همین کفانیش مقصد پیشکی تیار کنم. مرگ مولود داشته. آخه نمی خیلی دوست دارم زمین ماندهیم. هزار رحمت برای کدگیاتون، هزار رحمت خدا. گریه نکن مادر جون، گریه نکن انشالله. یگون تو شما را من یگون چی نکردم. نه هیچ کس نمیگه که شما ماموس شما فقط برای شما بود. هیچ کس نمیگه که شما یگان کار کردید خاله جان. نه بچه جان اومدید روزگار زندگی مونه، نه جوی علاوی دار.